سلام بچه‌ها، خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو با من. توی ویدیو قراره یه ولاگ مسافرت داشته باشیم و الان ساعت 7 صبح. ما قراره 9 صبح حرکت کنیم. من جمع نکردم، چمدون جمع نکردم. چمدون که نمیخوام ببرم، استاک میخوام ببرم چون خیلی کوتاهه. بعدش لباس ماشین جمع نکردم، پس بزن بریم ادامه ویدیو. من در حال حاضر هم میخوام آرایش کنم، هم میخوام باهاتون صحبت کنم. من مثلا از این ضد آفتابی استفاده کنم. بچه‌ها من دوشنبه امتحان منطق داشتم و بعد از اینکه امتحان منطقه‌مو دادم نشست، چون این الان تعطیلات چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو می‌دونستم که می‌خوایم بریم مسافرت. بعد از امتحان منطقه نشستم یک ذره تاریخ خوندم، چون شنبه 8 تاریخ و خودم گفتم نمیتونم بخونم. نشستم یک ساعت خوندم و تمام کردم. به حوزه که چهارشنبه است ما داریم میریم مسافرت و قرار جمعه اینا برگردیم. کلا 2 روز اینا میریم. ما الان در حال حاضر و من که امتحان منطقه‌مو داده بودم دیروز و پریروز با منطق تاریخ خوندم واسه شنبه و این 3 روز رو دیگه میریم. دیگه میدونستم نمیتونم بخونم و تا الانم چیزی ساکمک جمع نکردم، بخاطر اینکه منتظر بودم امروز بشه. من همیشه وسیله‌امو میذارم همون آخر لحظه و منتظر بودم آرایشمو بکنم که راحت‌تر بتونم ساکمو جمع کنم. و من این چیزم دارم که در طول مسیر نمیتونم مثلا حالا آرایش کنم و این آفتاب زدم با ریمل و این لیپ گلاس هم میزنم بعد میام. بله بچه این از من آماده شدم و موندش که هنوز این موهام حالا رفتنی مرتب میکنم. بعد الان بزن بریم که ساکمون رو ببندیم. خیلی اجازه دارم، خیلی اول از بچه یه توضیح کوچیک بدم. من لباس هایی که میخوام ببرم یعنی ست نیستن، ست بودن ولی خودم نمیخوام ستشون رو ببرم، یعنی میخوام با ستی که ترکیبشون کنم بپوشم. خاطر نشونتون میدم. اول اصلا که اینا رو میبرم، اینا عاشق اینا، چون تو اون یکیشم برده بودم یک مسافرت هم اینا که هستش. بعدی ببینید یه دونه این تیشرت هم میبرم اینجوره. خب با این شلوارم که این شلوارم خودش یه حالا چیز بابا این شلوارم خودش یه پیرن جدا داره، این پیرن خودش یه شلوار جدا داره. خب این از این. بعدی اما این دوتا ست هم این و این شلوار اینجوریه و این هم یه همچین چیزیه. اینها رو میبریم و این الان اون چیزه اینجوری باید بکنم دیگه. اینا الان این تا شده به خاطر اینجوریه. شلوار خونگیه، لباس یعنی پیرن خونه نمیبرم، چون همین مثلا اول اصلا که خونه نمیشینیم، دومش اینه که مثلا میرم بیرون همین مونه تو ندم دیگه. شلوارم عوض میکنم که شلوارم زانو اینا چیز نشه، زانوهاش. و یه دونه هم اینا رو برمیدم. بس اینو مامانم اینا رو تا کرده واسم که بذارم توی ساکم و قبلا انتخاب کرده بودم لباسایی که باید ببرم. اینه یکیش هم اینا میذارم. حالا میپوشیم دیگه. با این هم دلم میخواد بپوشم، حالا میپوشم دیگه یه جوری. و آها ببینی این این آستین داره و یک ذره کلفته، چون ممکنه که جایی که میریم سر باشه و نمیدونم مقصدمون کجاه. فقط اینجوری احتمال داره. اگه سر نبود اینجوری این تیشرت 2 تا بردم، اگه سر بود 2 تا اینجوری مثلا هودی میبرم، هودی تور. یعنی این هودی هم میبرم و واسه این هودیم هم شلوار جین وایسی بیارم. اینم از این. حالا برم اینا رو جمع کنم بذارم توی استاکم. اینا رو برمیدارم همشون رو تا کردم حالا یه جوری به همراه حالا چیزهای دیگه مثل جوراب مراب
اینم ساکم هستش. ساکه اینو من واسه استخرم میبرم همینطوری و خیلی خوبه جا داره و اینم اینجور بنده های بزرگ داره. جا هم ندارم در کل. احتمالاً کفش نپوشم، همون کراکسامو باشم، ولی نمیدونیم باز هم برم اینا رو بکنم توی اینم بگم شاید اینو توی راه رفتنی بپوشم همینطوری، چون خیلی خنکه تو شهر خودمون گرمه. خب برام مثلا این مناسبه و تو جاده هم مناسبه، ولی اینها فکر نکنم. همینو میپوشم توی راه هم دیگه تا بریم ببینیم اونجا هواش چجوریه. این تو هم هدبند سبز این رنگی دارم با این مدله. نمیدونم اینو الان مثلا بردارم میتونم با اون سبز ها ستش کنم دیگه، چون الان من این شلوارم فرق کنم. مثلا یه لباس دارم جفت همین رنگ ولی برش نداشتم چون گرم میشه، همینو برمیدارم. دوستان ببین چقدر دارم میچه که دیگه واقعا زیفش هم بکنم زیفش کندی بشه دیگه در راه. حالا بچه ها چیزهایی مثلا مثل شامپو و لیف هموم و اینها رو میذارم چیزهایی که مامانم، چون این جا نداره. واسه لباس مارشی 2 تا آیتم دارم، این و این. جای این زیاد شیت باید توی این لباس مارشی بذارم، یه جور جا میکنم. حالا اینو اشکال نداره. اینجاش هم هستش بچه ها جا، یک دونه نمیدونم دیگه جا بشه یا نه. اینم دادیم اینم دادیم. اینو انتخاب کنم چون جاش بیشتره. بچه ها ضد آفتاب میبرم. چی داداش بچه ها آینه اینو میبرم دیگه، کوچکتر از اینو میبرم. بگه که بار بدم خوبه، ولی اینش رو خودم کردم دیگه باید استفاده بشه. ولی دیگه خب ریمل کالیستا، این قد چشم، لیبراس، 2 تا تین. این فکر کنم بنفشه. این قرمز یکی از این است. این شکسته قرمزه نمیدونم. و بیوتی بلندر. این عطر ولنتینوه، خیلی خوشبو و مینی و کوچیکه، خوبه. یه نکه مرطوب کننده میبرم با یه دونه هم براش، البته این تو اینجا نمیشه. و حالا گیرو که شما اینا چون نمیخوام کل اینا ببرم، یه دونه از اینا دارم که اینم واسه خودش شلگیس بود یک زمانی. اینو یک سر از این برمیدارم میزدم توی این. فکر کنم این همه کافی باشه دیگه، زیادم هست فکر کنم. و اینها این ست تا اینا خودشون ست هستن و توی این هم جا میشه. و اینا هم اگه اینجور جا بشن خیلی خوبه چون عروسکاشون کنی میشه. متاسفم ولی اینا رو باید جا بکنم من یک جوری. اگه نداره درشون میارم همشه میریزم توی این و اگه شنی میریزم توی این. اینا بذارم توی اینجا استفاده کنم دیگه، یک نشه سالم برسه میمونه همین قسمت. حالا اینا هم از این. حالا خوبه کرده من دونه چی نمیبرم میگم تو نگیره. البته میتونستم توی این بندازم ولی خب گیری میافتن. ویکن هیچی نمیبریم. حالا اگه یکیشو انداختن همین میمونه گردنم انداختنم که هیچ چیزی دیگه دیگه نزیم. اینم برم یک جوری در این قسمت این جا بکنم. بچه ها ما اومدیم وسیله ها رو گذاشتیم توی ماشین ولی دیگه داشتیم حرکت میکردیم. واقعا یادم افتاد که این چیز عینکمو بر نداشتم، بعد برگشتم رو برداشتم و دیگه داریم میریم. میگیرم
عزیزم چنده؟ اینجوره یک مهیه به ما توی مه محاصره شدیم. بابا ما الان یعنی بعد از نهار که دیگه نتونستم ویدیو بگیرم و اینجا نیت بده، نمیدونم خوبه یا بد، حالا دیگه هرچی. بچه‌ها ما بعد از اینکه حالا نهار خوردیم دیگه ویدیو نگرفتم چون راه طولانی و الان اومدیم تالش و یه خونه گرفتیم خیلی خونش خوشگله. وایسید اینا فقط تیکه‌ای از گلاشه، خیلی قشنگه، خیلی نگاه کن کلا گله. حیاتش هم که اون طرفا صبح رفتنی بهتون نشون میدم چون الان تاکید خیلی بد دیده میشه و همیشون رو بازم صبح بهتون نشون میدم. و الان میخوایم بریم شام بخوریم دیگه، بزن بریم ادامه ویدیو. شاممون رو خوردیم و الان فکر کنم 12 اینا میشه. آره 12:50 یعنی به یک مونده 10 دقیقه دیگه بریم بخوابیم. فردا صبح میبینم. بچه‌ها صبحتون بخیر. من تازه بیدار شدم ساعت 9 صبح. قشنگ اینجا هم پفتم بسیم اصلا اونو ببینیم. بچه‌ها این جایی که گرفتیم یه دونه دیروزم نشون دادم خیلی خوبه، یعنی یه دونه حیاط پشت داره. ببین قشنگ حیاط پشت داره و حیاط پشتش ردینسانه. قشنگ ببین اردک داره، قاز داره، خیلی قشنگه و اینجا مثلا درختای میوه داره. واسه بیام این طرف رو هم نشون بدم. درخت اینجوری آلوچه داره. ببینم آب اونجا آب داره، یعنی کلا خیلی خوبه. اینو نگاه. سلام. و بعد اون یکی هیچی خیلی خوبه، بریم اونم نشون بدم. جا اینم حیات اینجاه. اینا دیشب روشن بودن. حالا نگاه کن اینجا مرغ داره. داداش شب مرغ داری. بعد دیگه اینجوره به گل. گلش نگاه. جای خوبیه، من راضیم، خیلی خوشگله. برم یک کاراشم نشونتون بدم. کلا قشنگه. اینم اینها یا اول فصل. دل دیوانه یک بهتره. دل دیوانه و جا خیلی خوبه و من گرمه. واسه و اینا رو در بیارم. بعد شربرم جا بلیط قایق گرفتیم، میخواییم بریم سواشیم. بله اونجا قایقمون داره میاد. وای دلم. خیلی ترسناکه قدای. خیسم من میگم وای
سوار این موتورها هم شدم حتی. ولی دیگه نتونستم ویدیو بگیرم، نمیذاشتن یه کلا، نمیدونم چرا، ولی مرض دارن. خب ولی سوار اونا هم شدم. بچه‌ها ما وقتی دیگه آخرین ویدیو رو گرفتم رفتیم گردنه حیران ها خوردیم، از اونجا در اومدیم، از گردنه حیران اومدیم، الان داریم استخر، حالا توی سر این هستیم، بعد استخر میبینمتون. بچه‌ها ما در مورد این از این گرفتم. خیلی قشنگه. یه الان بریم بخوابیم، فردا دوباره میبینمتون. سلام از صبح. بچه‌ها الان صبح شد، نمی‌دونم میریم بازار سریعی ببینیم چی هستش و بعد دیگه آره حالا الان بریم نشون میدم دیگه چیز خاصی بود. کیف میخوام از اینجا. دوستان اینو گرفتیم، بودم جاش از اینا داره.